یکی از مشکلات جوانان ما اینه که روزه میگیرند، بعضیا نماز نمیخونن و یا نماز رو بد میخونن. بعضیا الذین فویل للمصلین، خدای متعال برای این نمازگزاران ویل میگه، وای بر نمازگزارانی که یه وعده میخونن دو وعده نمیخونن. یادم از اون مریضی آمد، گفت رفتم پیش دکتر، گفت حالت چطوره؟ به دارو دادم، گفت که خوب نشدم. قرص و دارو دادم، چرا خوب نشدی؟ نکنه داروها رو سر وقت نخوردی؟ نکنه داروها رو یکو در میون میخوردی؟ میگه گفتم بله، همه رو نتونستم به موقع بخورم. گفت مشکل ایناست، تو یک دارو رو وقتی به سر موقع نمیخوری معلومه که جسمت خوب نمیشه، معلومه که بیماریت رفت نمیشه. این مریض میگفت یادم آمد از نماز که بعضی از ما نماز میخونیم حالمون خوب نمیشه، نماز میخونیم به خدا نزدیک نمیشیم. آخه چطور تو عزیز من شربت و قرص رو سر دقیقه زنگ کوک میکنی؟ حتی اگر 6 ساعتی باشه از قعر خواب بلند میشی، بچه رو قرص و دارو میدی باید بخوره، اگر نخوره بهبودیش به تعویق میفته. اگر کرونا بگیره همه خانواده سعی میکنن کمکش کنن، دارو بدن، آمپوله ها رو به موقع تزریق کنن، سیستم ایمنی بدنش رو تقویت کنن تا کرونا رو از بین ببره. به خدا بعضی کرونا های معنوی سالهاست با ما داریم میبریمشون، ولی نه خودمان رو قرنطینه کردیم، نه دارو داریم میدیم، نه داروها رو سر وقت میخوریم. آخه چطور میخوام خوب بشیم؟ نماز داروست. استعینوا بالصبر والصلاة. خدای متعال میفرمایند از نماز کمک بگیر بیماری هاتون. بعد ما نماز رو اینجوری داریم میخونیم و توقع داریم که خوب بشیم. اقم الصلاة لذکری، نماز رو برپا کن که منو یاد کنی. ولی ما نماز رو میخونیم غیر از الله همه چیز یادمون میاد. نمازها رو با کیفیت کنید عزیزان. یک نماز اگر از ما خدایی نکرده قضا که نه، حتی از سر وقتش مقداری تأخیر شد بگریم، نماز راحت قضا میکنیم، هیچ پروایی هم نداریم. در ماه رمضان بعضیا قضا میکنیم. عزیزان از خدا بترسیم، حداقل تو این ماه خودمان رو قول بدیم. امشب قول بدیم هیچ نمازی نه قضا بلکه حد امکان از جماعت باز نمون.